سلام، من شایان هستم. به کانال شب کد خوش اومدید. به قسمت هشتم از سری آموزش‌های GSAP رسیدیم. تو این قسمت قراره که با هم اسکراب و پین رو بررسی کنیم. مثالی که برای این جلسه من در نظر گرفتم به این صورته. وقتی که اسکرول می‌کنیم به سمت پایین، یه تکست بزرگ که به شکل واترمارک هست نسبت به اسکرول کردن ما داره حرکت میکنه. و همینجور اینجا یک لاینی وجود داره که وقتی اسکرول میکنیم به سمت پایین داره هیتش زیاد میشه. و همینجور هم که اینجا مشخصه، اینجا ما دو تا ستون داریم که داخلشون تکست وجود داره که وقتی که اسکرول میکنیم به سمت پایین نمایش داده میشن. خب بریم بررسی کنیم که اینو باید چجوری پیاده سازیش کنیم. ببینید اینجا ما دو تا تایملاین احتیاج داریم. یک تایملاین باید اسکراب باشه و تایملاین دیگه همون حالت معمولی داشته باشه که قبلا بهتون توضیح دادم. تایملاینی که اسکراب باید باشه باید این تکست بزرگ این پشت و این لاین اینجا رو کنترل کنه. وقتی یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما اسکرول میکنیم به سمت پایین این تکست و این لاین نسبت بهش واکنش میدن و همینجور وقتی اسکرول میکنیم به سمت بالا به اون حالت اول خودشون دارن برمیگردن. خب و همینجور هم تکس هایی که اینجا داریم باید تایملاین جدا بشه که وقتی اسکرول میکنیم به سمت اینجا این تکس ها اینجا نمایش داده بشه. خب بریم حالت استارت رو با هم بررسی کنیم و کدها رو پیاده سازی کنیم. مثل همیشه من کدهای حالت استارت و فاینال رو داخل کانال تلگرام قرار میدم. حالت استارت رو که میبینید اینجا به این صورته. تکس ها ثابت هستن، هیچ انیمیشنی نداریم. واترمارک این پشت، لاین هم که اینجا ثابته. خب من وی اس کد رو باز میکنم. داخل وی اس کد اینجا ما 3 تا سکشن داریم که هر سکشن 100 VH ارتفاع داره و این دو تا سکشنی که اینجا میبینید فقط برای این قرار داده شدن که ما اینجا اسکرول داشته باشیم. همین فضا خالیایی که اینجا میبینید همشون اون سکشن هست. و داخل این سکشن وسط که کلاس نیم پرایمری داره دو تا تگ وجود داره، یکیش اساید و یکیش مین. تگ اساید که دو تا دیو داخلشه که هر کدوم کلاس نیم ماسک دارن یه سری تکست داخلش قرار داره که این کلاس نیم های مکسی که اینجا ما قرار دادیم همشون اوورفلوشون هیدنه. و همینجور لاینی که اینجا قرار داره و این تکست بزرگ این پشت اینجا قرار داره. اون لاین کلاس نیم لاین داره و اون تکست بزرگم که تگ اسپن اینجا. خب راجع به CSS زیاد توضیح نمیدم و نمیخوام توش دیپ بشم چون که این دوره راجع به GSAP. میریم که کدها رو با هم بزنیم. من اینجا می نویسم const tl برای اینکه یک تایملاین بسازم واسه اینکه بیام اون تکسامو کنترل کنم. می نویسم gsap.timeline و آپشنی که میخوام بهش بدم اسکرول تریگر هستش. البته اینجا دو نقطه رو نذاشتم. خب اسکرول تریگر که تریگر میگیره اینجا و سلکتوری که بهش میخوایم بدیم پرایمری هستش، کلاس نیم پرایمری. و همونجور که توی جلسات قبل گفتم استارت و ان بهش میدیم. استارت رو میدیم تاپ که تاپ پرایمری باشه استارتمون و اینجا میدیم 20% که اسکرولر استارتمون 20% از بالا فاصله بگیره. همینجور اند رو بهش میدیم که اینا رو جلسات قبل توضیح دادم همشونو. اینو میدم باتم که باتم پرایمری باشه و اسکرولر اندمونم که بیاد سنتر.
خب این از استارت، اند و تریگر. میریم تاگل اکشن هم بهش میدیم. تاگل اکشن رو تو جلسات قبل هم توضیح دادم. تاگل اکشنز البته میدم پلی، ریورس، ریستارت و ریورس. خب یه سری دیفالت هم بهش میدم، مثلا ایزو میدم پاور 3 البته 2 3 دات اوت و دیوریشن 1 ثانیه. خب این از تکسمونه. من اینو سیو میکنم و میام پایین تر. خب فعلا یه چیز بهش بدیم، مثلا h1 رو بهش بدیم، بگیم tl.from. from میارم پایین که خانایی بهتر بشه اینجا. خب میگم که h1 رو سلکت کن و y% رو بده 100. یعنی رو حالت ابتدایی که میاد بالا 100% نسبت به محور ایگرگا فاصله میگیره، یعنی میاد پایین، و به حالت فعلی خودش هم که 0 هستش اینجا برمیگرده. خب بریم تست کنیم کدو. ریلود میکنم میام پایین. خب میبینید که h1 داره اینجا انیمیشنش اجرا میشه. اسکرول هم میکنم به سمت پایین و برمیگردم هم کار میکنه. خب این تا اینجا. پس برای این h1 بریم بقیه‌شون رو بزنیم. یه فرام دیگه می‌نویسم اینجا و این دفعه میام از توی تگ اساید پی ها رو سلکت میکنم و میگم که اینا هم دقیقاً وای پرسنتشون مثلا بشه 140 که یه خورده دیرتر بیان. و خب یه آفست هم بهش میدم اینجا که 8 دهم ثانیه زودتر اجرا بشه. خب این از اسایدمون. خب توی تگ مینمون هم یه تگ پی دیگه داریم، پس اونم میام اینجا من بهش انیمیشن میدم، میگم مین تگ پی. به این چی بدیم؟ به این میدیم وای پرسنت مثلا 210. آفستش هم که بدیم 1 ثانیه، 1 ثانیه زودتر اجرا بشه. خب بریم ببینیم چی شد. اوکی، بد نشد، ولی خب اینجا اگه دقت کنید این تکس که سمت راست قرار داره اون حالت اولش انگار اوپاسیتی 0 داره. خب اینجا ما میایم اوپاسیتی رو بهش میدیم اوپاسیتی 0. خب ببینیم. آها اوکی. خب این از تایملاین اول که تکسامون بود. بریم حالا سراغ اصل کاری، این لاین اینجا و این تکس بزرگ. خب میام زیر این تایملاین اینجا یه تایملاین دیگه درست میکنم، اسمشو میذارم اسکراب تی ال. تیشو بزرگ می‌نویسم، میگم جی سب با تایملاین. خب بعدم طبق معمول اسکرول تریگر رو باید بدیم. اینجا هم باز تریگر رو میخوایم، میگیم پرایمری، یعنی مثل همین. استارت و اند هم که میخوایم اینو من کپی پیست میکنم دقیقا میذارم اینجا. خب حالا برای اینکه یه تفاوتی اینا داشته باشن اینو من میذارمش
30%. یعنی اسکرولر استارت تایملاین اسکرابمون 30% از بالا فاصله میگیره و اندش هم اینجا به جای باتن میذارم 40% بیاد بالاتر، البته پایینتر، ببخشید. خب اینجا من مارکرز رو میدم ترو که بتونیم دیباگش کنیم و اسکراب رو میدم ترو. برای استفاده کردن از اسکراب اینجا ما میتونیم یا بولیان بدیم یا نامبر بدیم که الان بهتون میگم بولیان بدیم چی میشه و نامبر بدیم چی میشه. خب من فعلا بولیان میدمش ترو و میام زیر این یکی میگم اسکراب tl dot from. خب یه فرام برای این تعریف میکنم، مثلا میگم که کلاس نیم لاین رو سلکتش کن، میخوام با اون لاینه من انیمیشن بدم، این لاینی که اینجا داریم. خب لاینی که اینجا داریم حالت ابتدایی که میخوام بهش بدم اسکیل وایش رو میدم 0، یعنی از وسط میخوایم اینو ما باز وستش کنیم این لاین رو. خب میام اینو من تست میکنم، ریلود میکنم اینجا صفحه رو. خب ببینید که مارکرزامون اومدن وقتی که این اسکرول استارت و این استارت اینجا به هم میرسن، این اسکراب ما شروع به حرکت میکنه، اینو انیمیشن ما اجرا میشه. خب ببینید الان من هر چی اسکرول کنم به سمت پایین این لاینه هی بزرگتر میشه و تا جایی این لاین کارش ادامه میده که این اسکرولر اند و این اند اینجا به هم برسن. من یه بار دیگه ریلود میکنم اینجا. وقتی که این دوتا به هم برسن لاین شروع میکنه. خب اینجا اومد. حالا تو این فاصله، یعنی از این فاصله استارت اینجا تا این اند اینجا، هر چقدر ما اسکرول کنیم به سمت پایین این لاینه شروع میکنه بزرگ شده. به وقتی که اینجا به هم میرسن این دوتا دیگه کار این لاینه تموم میشه. خب بریم به این تکست اینجا هم بدیمش. میام اینجا میدم from و چون حالا یه اسپن اینجا بیشتر نداریم من با همون کلمه اسپن اینجا سلکتش میکنم. خب ایکسش رو میدیم 0. چرا؟ چون رو حالت ابتدایی ایکس ما اینجا دادیم 53%. پس اینجا من ایکس رو میدم 0. یعنی وقتی که این تایملاین شروع میکنه به اجرا شدن قراره که از 0 به 53% برسه. خب اینو میدم 0 بمونه و البته یه آفست هم اینجا دوباره میدم که یه خورده این دوتا همزمان باشن. اینجا من علامت کوچیک‌تر میدم. وقتی که این علامت رو میدم این دوتا تو یه خط زمانی قراره کارشون رو انجام بدن. دیگه کار دیگه این نمیمونه. بریم تست کنیم ببینیم چی شد. خب ریلود میکنم میام پایین. این که این دوتا البته داره کار اشتباه انگار انجام میشه. من ببینم اینجا هم x رو باید 0 بدیم فکر کنم، هم x پرسنت ببینیم چی شد کار. چرا به درستی کار نمیکنه؟ خیلی عجیب شد. یک بار دیگه ببینیم لاین رو داریم اینجا، x 0 رو داریم، x پرسنت رو داریم. اینو البته فکر کنم نباید بدیمش 0، یعنی
چون اینجا داریم از from استفاده میکنیم، این صرف دادن ما اینجا اشتباهه. من قاطی کردم، یه لحظه عذر میخوام. اینجا ما گفتیم ترنسلیت x 53%. پس برای همین اینجا بدیم true که از این 53% به سمت صفر حرکت کنه. چیزی که من دادم کاملا برعکس بود. خب بریم تست کنیم. ریلود میکنم اینجا. خب میام پایین. خب این دو تا استارت که به هم برسن، آها ببینید هم لاین داره حرکت میکنه همین تکسه. میبینید دوباره برمیگردم، دوباره دارم برمیگردم به حالت فعلی خودشون. خب پس این تا اینجا. اما اگه دقت کنید تو حالت فاینالمون وقتی اسکرول میکنیم خیلی نرم داره این کار انجام میشه، میبینید؟ ولی اینجا خیلی نرم نیستش، یه جوریه که تو ذوق میزنه. خاطر اینه که ما اسکراب رو اینجا بهش تورو دادیم، بولیان دادیم. اگه ما اینجا از نامبر استفاده کنیم و بدیم 2، اینجا یک حالت تأخیر زمانی رخ میده. یعنی 2 ثانیه به صورت تأخیر طور، به جوری بگم بهتره، خود به صورت 2 ثانیه طول میکشه تا انجام بشه اون کارش. ریلود میکنم اینجا و اینجا میریم پایین. میبینید چقدر نرم داره حرکت میکنه، همین تکست و همین لاین. و برم میگردم داره برمیگرده جای اول خودش. خب خیلی کار داره قشنگ انجام میشه. ولی اول جلسه من بهتون گفتم که پینم میخوام بهتون توضیح بدم. ببین اینجا رو من اسکرول میکنم به سمت پایین، این تایملاینی که تکست اینجا قرار داده بودیم بهش حالتش ثابته، یعنی تکون نمیخوره. ولی اینجا وقتی اسکرول میکنیم به سمت پایین این تکست ها دارن حرکت میکنن اینجا. میبینید؟ یعنی دارن به سمت بالا پایین اسکرول میشن. برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم و ثابت نگرشون داریم، میام اینجا زیر این تاگل اکشنز فقط کافیه که بگم پین ترو. حالا وقتی که اینجا من ریلود میکنم میام پایین، این تکست ها اینجا جاشون ثابت قرار میگیره. میبینید دیگه حرکت نمیکنه، ثابتن. فقط این لاینه و این تکست اون پشت داره حرکت میکنه. خب به آخر این جلسه هم رسیدیم. دوستان اگه نظری دارید حتما کامنت کنید. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. همه اینا برای من انگیزه که ادامه بدم این دوره رو. دوستتون دارم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.